إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الحمد لله الولي الأولى والنصير الأعلى، الموجب على عباده البراءة من الكافر الأقصى والأدنى، والمتوعد مواليهم بالنار وبئس المثوى، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف حتى من دماء المشركين الأرض تروى، وعلى الأصحاب والأتباع جمعنا الله بهم في جنة المأوى. أما بعد، السلام عليكم و رحمت الله و برکاته. برادرانم و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 92 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه نیز در موضوع الولاء و البراء صحبت میکنیم. بله، در حلقه گذشته بیان کرده بودیم که این موضوع را به پایان رسانیدیم، اما یک چند سؤالهای مهم از برادران و خواهران به من ارسال کرده شد و من خواستم این سؤالها را به طریق درس بیان بکنم تا که همه برادران و خواهران از این مسائل با خبر باشند و این یک درس نوبتی دیگری باشد. بله برادران و خواهر عزیزم، به تو بیان گشت که دشمنی کردن، معادات کردن کفار و ظاهر کردن این معادات ضرور است. ضرور است، لازم است که انسان دشمنیش به کفار را ظاهر بکند و آشکار و واضح مشرکین و کفار را تکفیر بکند و همین را ظاهر بکند و این چنین نسبت مؤمنین و موحدین موالاتش را، مودت و محبتش را و نصرتش را آشکار بکند. یک شخص همچون مسلمان به اعتبار گرفته نمی شود تا همان زمانی که نسبت کفار بغض و عداوت بکند. وقتی که یک شخص بغض نسبت کفار ندارد، دشمنی نسبت اینها ندارد، این همچون مسلمان گفته نمی شود. این مسلمان است، اسلامش به وجود نآمده است، کامل نشده است. پس باید ظاهر کرده شود. پس باید یک چیز را ما در همین مسئله فرق گذاریم. معادات کفار، دشمنی کفار و بغض و عداوتش یک مسئله. مسئله دیگر ظاهر کردن همین دشمنی و همین بغض. این دو مسئله است. باید بدانید که دشمنی کردن کفار و بغض و عداوت اونها این اصل دین است و ترکش انسان را کافر میکند و از دین بیرون میکند. اما ظاهر کردن همین دشمنی، حرکت کردن برای همین دشمنی را به وجود آوردن، این از واجبات دین است، از اصل دین نیست، از واجبات دین است. یعنی اگر کسی دشمنیش را ظاهر کردن نتواند و ساکت جیم بایستد، البته دوستی نکند اما دشمنی کردن نتواند، از سبب نبودن شرایط، از سبب نبودن قوت، از سبب نبودن قدرت، از سبب اینکه در دولت کفار زندگی میکند، هیچ شرایط ندارد، اون بغض و اون عداوت و اون دشمنی که در دل دارد به زبان گفته نمیتواند، آشکار کردن نمیتواند، زدن نمیتواند. اگر این را ترک بکند و در بین اونها ظاهر نکرده زندگی بکند، البته که این انسان را کافر نمی کند، انسان را به مرتد، انسان را حکم داده نمی شود، بلکه اظهار این دشمنی همچون به ظاهرا
گفتم این واجبات است و ترکش گناه است، فسق است و کفر دون الکفر است. خیلی که در این مسئله علما سخن کردند. ابن سحمان رحمه الله میگند لا يقول بأن من لم يظهر عداوة المشركين ويظهر بغضهم إلا الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ونحن لا نقول بهذا ولا نخرج بمجرد الإقامة بين أذهل الكفار وعدم إظهار العداوة من الإسلام. در کتاب جوش الربانیه صفحه 114 است. و نمیگوید هیچ کسی یعنی ظاهر کردن عداوت مشرکین را و ظاهر کردن بغض را مگرم یعنی همین چیز را ظاهر کردنش را از اصل دین نمیگد مگرم خوارج. معنای سخن چی؟ معنای سخن این که وقتی که مسلمان ها در بین کفار زندگی میکنند به خاطر در بین کفار زندگی کردن، خیلی که امروز مسلمان ها زیاده در بین کفار زندگی میکنند، اونها را کافر گفته میشود یا نمیشود؟ البته نمیشود. در بین کفار زندگی کنند، دینشون را آشکار کنند، اینها را کافر گفته نمیشود. و کسی که دشمنیش را ظاهر کردن نتوانست، این را کافر گفته میشود یا نمیشود؟ البته کافر گفته نمیشود. و انمین است میگن مذهب خوارج که به سبب گناه انسانها را کافر میکند. انسانها را کافر میگد. چی میگوید؟ یعنی میگوید که در بین کفار زندگی میکرد، این کافر است. یا که میگوید که به کافر دشمنیش را ظاهر نکرد، یعنی عداوت را ظاهر نکرد، گرچنده که به قلبش عداوت داشته باشد هم ظاهر نکرد، باز کافر است میگن. این مذهب مذهبی که هستند؟ مذهبی خوارج است. برای چی مذهب خوارج است؟ برای آن که ما گفتیم ظاهر کردن دشمنی، عداوت ظاهرا جسماً به زبان آوردن و به فعل نشان دادن، این گناه است، این معصیت است، این کفر دون الکفر است. هر کسی که به همین سبب کسی رو تکفیر میکند البته به مذهب خوارج رفته، چرا که به سبب کفر دون الکفر، به سبب فسق، به سبب گناه کبیر کسی رو تکفیر کرده است. یا این نیست. یا در بین کفار کسی که زندگی بکند اون رو به خاطر در بین کفار زندگی کردنش تکفیر کردن، البته این مذهب خوارج است. برای اون که در بین کفار کسی که دینش را آشکار میکند، نمازش را میخواند، ریش میگذارد، زنهای جاب میکند، زندگی کردن، این البته که سبحان الله ردت نیست، به همین سبب تکفیر کردن نمیشود. شلیک شیخ میگن ولا نخرج بمجرد الاقامه بین اذهل الكفار، به مجردی زندگی کردن در بین کفار ما کسی رو تکفیر نمیکنیم و اسلام بیرونش نمیکنیم. یا به مجرد عدم اظهار العداوه من الاسلام، یعنی به مجرد ظاهر نکردن دشمنیش ما یک کسی از اسلام بیرون نمیکنیم. بلکه این گناه است، البته گناه است، اما به همین سبب تکفیر کردن نمیشود. چلی که در همین مسئله شیخ حمد ابن عتیق هم صحبت کردند در کتاب الدفاع عن اهل السنه والجماعه صفحه 10 اومده است که میگند من یقیم عند الكفار لأجل مال وولد وبلاد وهو لا يظهر دينه مع قدرته على الهجرة ولا يعينهم على المسلمين ولا يواليهم بقلب ولا لسانه، فهذا لا نكفره لأجل مجرد الجلوس ولكن نقول أنه عاصي. هر کسی که در نزد کفار اقامت کند، زندگی کند، به خاطر چی؟ به خاطر دنیا، به خاطر پول و مال، به خاطر کسب کردن دنیا، یا به خاطر فرزندش، یا به خاطر اینکه در بین کفار به دنیا آمده، این دولت او هست، این شهری که هست شهری او، در همونجا زندگی کرده شده است و دینش را، اصلش را به وجود می آورد اما 100% به وجود آوردن نمی تواند. یعنی در بعضی مسائل سنت مستحب مشکلی دارد، لیکن اصل دین را دارد، اصل دین را آشکار کرده می تواند. هجرت نمی کند در حالتی که قادر به هجرت است. سبحان الله. یعنی هجرت نمی کند در حالتی که به هجرت نمودن قادر است و کافرها را کمک نمی کند، کافرها را نصرت نمی دهد بر ضد مسلمان ها، یعنی لشکری کافر نمی شود
کفرها رو طرفداری نمیکند، در بین کفرها زندگی میکند اما کفرها رو طرفداری نمیکند، اونها رو کمک و نصرت نمیدهد بر ضد مسلمان ها. ولا یوالیهم بقلبه، و این چنین به قلبش اونها رو دوست ندارد، بغض و عداوت قلبی نسبت کفر دارد. ولا لسانه ولا بلسانه، و به زبانش هم کفر رو نصرت نمیدهد، یعنی هم به قلبش هم به زبانش هم به جسمش کفر رو کمک نصرت نمیدهد، طرفدار کفر نیست، کفر رو نصرت نمیدهد بر ضد مسلمان ها. مسلمان است، اصل دینش رو دارد. چی میگن شیخ؟ لا نکفره، ما این انسان ها رو تکفیر نمیکنیم. لاجل مجرد الجلوس، به سبب مجردی در بین کفار زندگی کردنش، به خاطر همین مجردی در بین کفار زندگی کردنش ما اون رو تکفیر نمیکنیم. اگر دین داشته باشد، اگر موالات کفار یعنی نداشته باشد، براءت قلبی داشته باشد و موالات به زبانش نکند، به جسمش نکند، به قلبش نسبت کفار موالات نداشته باشد، بغض و عداوت داشتگی باشد، اما ظاهر نکند و در بین کفار زندگی کند، به مجردی سبحان الله در بین کفار زندگی کردن ما این انسان رو چی میکنیم؟ تکفیر نمیکنیم، بلکه میگیم که این گناهکار است و در خطری بزرگ است. پس حالت امروز مسلمان ها بسیار شمین است. از همین جهت به من خبر دادند برادران و خواهران زیاده که ما امروز در بین کفار زندگی میکنیم، چیکار بکنیم؟ جای هجرت کردن نداریم. ما میگوییم البته در بین کفار زندگی کردن این خطری بزرگ است و پیامبر صلی الله علیه و سلم براءت خود را از این چنین انسان ها اعلان کردند. اما کسی که دینش را آشکار میکند و البته به خاطر مال، به خاطر دنیا در اونجا زندگی میکند و بدبینی کفار در قلبش وجود دارد، با کفار خودش را متشابه نمیکند، یعنی موالات کفار نمیکند، نه با زبانش، نه با قلبش، نه با جسمش. بغض و عداوت اونها هست اما بغض و عداوت را ظاهر کرده ضد اونها نمیتواند، برای اینکه اون را یا میکشند یا حبس میکنند. در این حالت ما این چنین انسان ها را تکفیر نمیکنیم. این چنین انسان ها کافر نیست، این عملش کفر دون الکفر است. این بود یک مسئله. مسئله دیگر، بارک الله فیکم، بسیار انسان ها همیشه سوال میکنند و میخواهند بفهمند، بله این مسئله بینت خوب است که نمودهای موالات کفار را به ما ذکر بکنید. بله، چرا این مسئله را میپرسند و چرا این مسئله باید بیان کرده شد؟ تا که مردم از این موالات کفار خود را دور بگیرند. من از کتاب‌های مشایخ موالات بسیاری که از علما ذکر کرده انجام کردم و به شما میگم که نمودهای موالات کفار به مانند دوست داشتن کفار، مهربانی به کفار، رحمت و شوقت نسبت کفار، این موالات کفار است. رضا شدن به دین کفار، رضا شدن به کفر کفار و به شرکشان، این موالات کفار است. صحیح دانستن مذهب اونها، مدح و ثنا کردن و درست و طرفداری کردن راه اونها، منهج اونها، این موالات کفار است. تکفیر نکردن کفار، شک کردن در کفر اونها، این موالات کفار است. کمک کردن و نصرت دادن اونها، دستگیری اونها با مال، با پول، با جسم، با بدن، با فکر، با رأی و اندیشه، با زمین، این موالات کفار است. هر کسی که به کفار نقشه میکشد، به جسمش نسبت کفار کمک میکند یا به مال و مبلغ به اونها کمک میکند، این به موالات کفار واقع شده است. امروز کسایی که به حربی کفار میروند، به خاطر دفاع کفار میجنگند، همش موالات کفار است. نباید به حربی های این کفار داده شد. یا که بد کردن اهل اسلام در نزد کفار، یک مسلمان در نزد کفار مسلمان ها را عقب رفته و پست میزند و غیره و غیره. یا که قانون قرآن و سنت را اصری سنگین میگوید، این موالات کفار است، کفار را خرسند کردن است. یا که همچون جاسوس در بین مسلمان ها، یک مسلمان به کافرها
کار بکند و سر و اسرار مسلمان ها را به کافر برساند، خبرهای مسلمان ها را به کفار برساند، جاسوس باشد، خبرکش باشد، در روسیه با FSB ها کار بکند، در تاجیکستان با KGB ها کار بکند، در بین مردم خبرچینی بکند. این موالات طاغوت کفار کرده و بریده واقع شده است. یا که کسی اجازت بدهد که دعوت به سوی دین کفار کرده شود، یا اجازت بدهد که شرک و کفر و فساد و شبهات این کفار در بین مردم پهن کرده شود، یا کتابهای شرکی و کفری کفار و فرهنگ اونها در بین مردم پهن بشود. کسی که همین را اجازت بدهد، از حاکم ها، از رئیس ها، فکر اونها را در بین مردم کسی پهن بکند، فساد اونها را پهن بکند، موالات کفار کرده است. هر کسی که اجازه بدهد به کفار که کفار مسلمان ها را پست بزنند، اهانت بکنند، دشمنی به مسلمان ها بکنند و باز مسلمان ها به اونها اجازت بدهند و اونها را دفاع بکنند، این موالات کفار است. این البته به حکام کفار این تعلق دارد. حاکمه های کفار، دولت هایی که امروز کفار را طرفداری میکنند تا که مسلمان ها را اهانت کنند. و البته این موالات کفار است. اظهار نکردن دشمنی و قصد نکردن به مخالفت اونها، مخالفت اونها را قصد نکردن و نیت نکردن، این موالات کفار است. موافقی کردن، موافق کفار کردن در باطن و ظاهر، درون و بیرون، موالات کفار است. سبحان الله. دعوا کردنی برابری بین دینها، دعوا کردنی برادری دینها. امروز هست علماهای هست که میخواهد به مردم، به مسلمان ها بگوید که دینها همه به همدیگر برابرند و همه به همدیگر برادرند. هر دین راه خودش را دارد، برادری و دوستی. البته بارک الله فیکم، این چی است؟ موالات کفار است. و محکم کردن فرقیت بین کفار و مسلمین. هر کسی که میخواهد که بگوید که کافر مسلمان نگوید، این سخن ها شرط نیست، همه انسان است، همه برادر است، همه فرزند یک آدم است، این موالات کفار، طرفگیری کفار است. احترام کردن شعارهای کفار موالات کفار است. بجا آوردن نقشه های کفار و هدف های کفار، این موالات کفار است. هر کسی که نقشه های کفار، موالات کفار، قانون های کفار را بجا میبرد، موالات کفار کرده است. تربیه نکردن مسلمان ها و تعلیم ندادن مسلمان ها از باب معادات الکفار، یعنی موضوع دشمنی کفار را، موضوع البرا را به مسلمان ها تربیه ندادن، این موالات کفار است. اجازه دادن کفارها که کافرها که دینش را پیش ببرد، حریه فکری داشتگی باشد، دین را استهزا بکند، این موالات کفار است. دوستی گرفتن کفار، هم نشست گرفتن کفار، موالات کفار است. بکار گرفتن کفار در حالتی که مسلمان هست، مسلمان را بکار نگرفتن، کافر را بکار گرفتن، به او اولیکای خوب دادن، کافر را احترام کردن. و اساسی جایی که باید دقت بدید، اعتماد کردن به کفار، باوری کردن به کفار، این موالات کفار است. این از کفر و شرک است. امروز این بله، این یک بار تکفیر کرده نمیشد، این موالات اصغر است، لیکن امروز در بین مسلمان ها بسیار دیده می شود. حتی همه از هم دیگر میشنویم که میگن مسلمان ها به مسلمان ها باور کردن نمی شود، کافر خوبتر است، به کافر کار کردن خوبتر است، به کافر باور کرده می شود، این و آن. این همه این موالات کفار است، این کفر است. باوری کردن، راضی شدن به کفار، اعتماد کردن اونها، میل کردن به سوی اونها، دفاع کردن اونها، همه موالات کفار است. در نزد اونها عزت طلبی کردن موالات کفار است. امروز بسیار مسلمان ها میخواهند که در نزد کفار عزت داشته باشند، خودشون را به اونها نزدیک کرده، در نزد اونها عزت میخواهند که در بین
گروه اونها اینم باشد عزت پیدا بکند. این موالات کفار است. عزت هم در دین است، در اسلام است. اما زمانی که ما اسلام را ترک کردیم خور و ذلیل شدیم. پس هر کسی که عزت را میخواد به اسلام بیاد. عمر بن خطاب میگن اعزنا الله بالاسلام، الله ما را به اسلام عزت داد. زمانی که اسلام را ترک کردیم اذلنا الله، الله ما را خور و ذلیل کرد. هر کسی که به اونها اطاعت میکند، هر کسی که گفته های اونها را به جا میبیارد، هر کسی که کارهای کافر را آسان میکند، هر کسی که داخل میشود به اطاعت اونها، هر کسی که خودش را به اونها مانند میکند، هر کسی که در عیدهای کافر را تبریک و تهنیه میگوید، هر کسی که شعارهای کفار را بالا میبرد، میبردارد. شعار کفار چیست؟ شعرهای ملی اونها، لباسهای ملی اونها را میخواند، قبول دارد. این همه موالات کفار است. حتی علما میگن سخن کردن به سخن کفار این موالات کفار است. از همین جهت صحابگان به زبانهای کفار سخن کردن را منع میکردند مگر هم در حالتهای ضروری. عمر ابن الخطاب امر میکردند که به زبان عربی باید صحبت کرده شد. من شما هم امروز باید به زبان عربی صحبت بکنیم. اما افسوس که زبان مادری را امروز مردم خصوصا تاجیکای بیچاره فراموش کردند، غلام شدند به روس. به زبان روسی سخن کردن را فخر میدانند، تقدم میدانند، پیشرفت میدانند. مگر همین موالات کفار، مگر همین غلام شدن به اونها، مگر همین شرمندگی و شرمساری نیست؟ بله، این غلام شدن است، این موالات کردن اونها و حتی فراموش کردن زبان مادری است. مسلمان باید عزت داشته باشد. پس امروز چقدر مسلمان ها در این عیدهای کفار مشارکت میکنند؟ در عید کریسمس، در عید شرکی کفری و دیگر عیدها. در بین اونها آمیخته شدن، به اونها معاشرت کردن، به اونها هم صحبت شدن، در بین اونها زندگی کردن، به اونها رفت و آمد کردن، فرق نگذاشتن بین کفار و مسلمان، این همه موالات کفار است. به اونها صداقت پیدا کردن، به اونها صادق شدن، به اونها هم صحبت شدن، یعنی در وقتهای خالگی قطعی اونها دوستی و هم صحبت، آبروی اونها را برداشتن، اونها را بزرگ شماریدن، احترام کردن و اونها را قدرشناسی کردن، همه موالات کفار است. به دیدن کفار خرسند شدن، این موالات کفار است. تمام دل را به اونها کشودن، سر اسرار را به اونها کشودن، موالات کفار است. بروی اونها تبسم کردن، مهربانی کردن، موالات کفار است. اکرام کردن اونها، مبالغت کردن در استقبال اونها، موالات کفار است. یعنی به خانه وقتی که کفر میبود در استقبال کردن اونها مبالغه کردن، وایمه کردن، اکرامی، مهربانی و کرم را نسبت اونها زیاد کردن، موالات کفار است. کوشش کردن به خاطر قوت دادن کفار، به خاطر فایده دادن کفار، به خاطر هم صحبت شدن کفار کوشش کردن، این موالات کفار است. مدح، ثنا نسبت کفار، به کفار تعجب کردن، این همه موالات کفار است. الله المستعان. انا این بود مثال هایی که باید شما بدانید که این همه موالات کفار است. بدانید که این همه موالات های کفاری که گفتیم به دو قسم تقسیم میشد. موالات های کفار به دو قسم تقسیم میشد. موالات کفار قسم اول مولاتی که انسان را کافر میکند، به مانندی دوست داشتن کفار به خاطر دینش، کمک کردن کافر به ضد مسلمان، نصرت دادن کافر تا که به قوت شود ضد مسلمان، راضی شدن به کفر کافرها، کمک کردن اونها بر ضد مسلمان ها و سعی و کوشش کردن به پیشرفت کفار، تکفیر نکردن کفار و مشرکین، برابر دانستن کافر و مشرک و مسلمان، کافر و مسلمان رو برابر دانستن، یا که کافرها رو خوب گفتن و
مثل مسلمان یا از مسلمان افضل دانستن. این همه مثال هایی که حالا ذکر کردیم از موالات هایی هست که انسان رو کافر میکنند، مرتد میکنند، از اسلام بیرون میکنند. به این چنین انسان ها جنازه خواندن حرام است. امروز مسلمان های بیچاره تاجیک بسیارند که به این کفریات واقع شدند. باید توبه کنند، به سوی الله بازگردند. ساختن بتخانه های اونها، در قبرستان اونها قبرهای اونها را کندن و به اونها خدمتگار دینی اونها شدن، این موالات کفار است. قسم دوم موالات کفاری که آدم را کافر نمیکند، این موالات کفاری اکبر نه و اصغر است. مثال اولی که گفتیم موالات مکفره بود، موالات اکبر بود. حالا باشد به شما موالات صغرا را بیان میکنیم. بمانندی مانند کردن در دنیا، خود را در دنیا به آنها مانند کردن. علما میگن تشبه بهم فی دنیاهم، در لباس، در مسائل دنیوی خود را به آنها مانند کردن، نه دینی. این موالات صغرا است. به آنها تبسم کردن، نگاه کردن، به کار گرفتن اونها، به اونها باور کردن، این همه موالات صغرا است، کفر است. اما انسان را کفر نمیکند. بارک الله فیکم. و این مسائل را انسان باید خوب بداند. پس قاعده در اینجا وجود دارد که علما میگند ان من تجب محبته تجب موالاته. هر کسی که محبتش واجب است، موالات اون هم واجب است، نصرت دادن اون هم واجب است. و هر کسی که بغض و عداوتش واجب است، دشمنی هم واجب است. و هر کسی که محبتش واجب است، بغض و عداوت کردن نسبت او حرام است. و هر کسی که بغضش واجب است، مهربانی و موالات کردن نسبت او حرام است. از همین میفهمید که اسلام بدون براءت از مشرکین و از شرک اینها قبول نمیشود و توحید بدون کفر بالطاغوت قبول نمیشود. انمین است حقیقتی لا اله الا الله. انمین است حقیقت عبادت الله و براءت از عبادت غیر الله. پس بدانید که همانا که براءت این متعلق به شرک هم دارد. هر کسی که این چنین متعلق به فاعل شرک هم دارد. یعنی هر کسی که شرک میکند از اون هم باید براءت کرد. یعنی براءت هم از شرک و هم از مشرک میکنید. کافی نیست که فقط براءت از شرک بکنید، بلکه شما هم از فعل هم از فاعل باید براءت کنید، هم از شرک هم از مشرک. ببینید، براءت از فعل، فاعل، مفعول. براءت میکنید از همون فعلی که مشرک انجام میدهد. براءت میکنید از خودی مشرک. براءت میکنید از او چیزی که انجام داده است، از همون شرک. انمین است اسلام، انمین است کفر بالطاغوت. اما هر کسی که این را انجام نداد، هر کسی که شرک را انجام داد یا به مشرک موالات کرد، براءت را از شرک و مشرکین انجام نداد، پس به کفر واقع شد و انجام دهنده این موالات مشرکین کافر مشرک شد و معبود طاغوت شد. سبحان الله. این است که حتما ما باید بدانیم. دو چیزی دیگر است که حتما ما باید بدانیم و عمل بکنیم. این است که علما میگند از لازمیت های براءت از مشرکین، یعنی یکی از چیزهای لازم ترین در براءت نمودن از مشرکین، اولینش علما میگن اغاظت الکفار، بد دیدن کفار، سخت گرفتن کفار، غضب کردن در بالای کفار و غضب کفار را آوردن است. انسان باید حرکت کند. این مطلب شرعی هست. حرکت کند که غضب کفار را بیارد، حرکت بکند که نسبت کفار متشدد باشد، سخت گیری بکند. سوره توبه آیه 120 رو بخونید. ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، یا که در سوره فتح آمده است اشداء علی الکفار رحماء بینهم. مؤمن ها
متشدد سخت گیرنده بر بالای کفار هستند و بین همدیگر مهربان هستند. لیغیظ بهم الکفار، غضب کفار می آورند. اما اهل نفاق، منافق ها باشد، رحماء علی الکفار هستند، به کفار مهربانی و رحم میکنند، اما در بین خود، در بین اهل دین متشدد هستند، به اهل دین سختگیری میکنند، مهربانی ندارند، محبت ندارند. سختگیری میکنند به این معنی که اهل دین را تحقیر میکنند، اهل دین را سبحان الله پست میزنند، به اونها کبر و غرور میکنند، اما نسبت کفار سرشون خم است، خودشون همیشه شرمنده اند. پس شدت کردن نسبت کفار، غلیظی کردن نسبت کفار، این یکی از لازمه های توحید است. یا ایها الذین آمنوا جاهدوا الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، اونونه که ایمان آوردید جهاد کنید با کفار و با منافقین و نسبت اونها غلیظ باشید. و دومین چیزی که از لوازم، یکی از لازمیت های براءت جستن از مشرکین است، قصد کردن مخالفت کفار. در همه حالت ما باید مخالفت کفار را قصد بکنیم و به اونها تشبیه نکنیم. بارک الله فیکم. و یک مسئله دیگر است که در این مسئله برادران و خواهران از ما سوال کردن، حتما در حلقه آینده در مسئله سوره قل یا ایها الکافرون بیان خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.